گم شده. شماره به اسم نوری جوبانوغلوه، نزدیکای مندیک. حالا کی هست؟ قبلا دکتر بوده، به خاطر قاچاق اعضای بدنم رفته زندان. 2 سال پیشم آزاد شده. خبری نیست. لعنت چی؟ آروم آروم. پسرم برو از پایین بالش بیار. باید بذارم زیر دستش. زیر دستش باید بلند باشه. وکیلی اون پتو بیار بکشیم روش. سردش میشه. یخ بزنه تو لسک. تو بیمارستانم درد سر درست کرد. به جای اینکه بگی من بی دست و پای خر از عهده یه بچه بر نمیام، یه بارم که شده کارو درست انجام بده. مردی که مگه من نگفتم یه لحظه از این بچه چشم بر ندار؟ اون یکی کجاست؟ کیو میگی؟ نوری؟ دختره رو برداشت و در رفتن. نگران نباش، فرار کردن و قایم شدن خوب بلده. واسه اینکه گیر نیفته تو هر سوراخی میره. حالا باید چی کار کنیم؟ گریه نکن، بسته. چند بار بهت گفتم بدون اینکه به من بگی کاری نکن ها؟ اگه همونجا دخلمونو می آوردم میخواستی چی کار کنی؟ احمق. اما تو که اونجا نبودی، اون بچه رو ندیدی چجوری گریه میکرد؟ باشه دیگه بسته، ساکت شو. مش تقصیر تو بود. تازه جوابمو میده. ولی ما اینجا جامون امنه مگه نه؟ اونا نمیتونن اینجا پیدامون کنن. فعلا. بعدم باید یه رای پیدا کنیم. به خاطر حماقت تو همه چی از دست رفت. من میدونم که تو آدم خیلی خوبی هستی، همش داری ازم محافظت میکنی، اما اون بچه گناه داشت. تا حالا همچین چیزی ندیده بودم. دلم براش خیلی سوخت، خیلی. کی دلش واسه ما میسوزه؟ تا ما برسیم مطب رو خالی کرده بودن. هرچند برای داشتن مطب مجوز میخواد. اون به خاطر قاچاق اعضای بدن زندان بوده، مجوزم نداره. داشته قاچاق کار میکرده. اگه از اول میومدین پیش ما، الان جون پسرتون توی خطر نبود. بعد از این از هر کار و هر قدمتون باید خبر داشته باشم. هیچکس خودسرانه حق نداره کاری انجام بده. آقا محمد، اینایی که گفتم شامل شما هم میشه. این کار دیگه تحت نظارت منه. تلفناتونم شنود میشه. 2 نفر از افرادم رو هم 24 ساعته دم در کشیک میذارم. کسانی که پسرتون رو دزدیدن اگر از طریق ایمیل، پست، تلفن و چیزای دیگه خواستن باهاتون تماس بگیرن به من خبر بدین. این آدما باهوشتر از این حرفان. دیگه با میل و پست و تلفن تماس نمیگیرن. احتمالاً از یه راه دیگه وارد بشه. اگه همچین اتفاقی هم بیفته سریع به من خبر میدین. بدون اطلاع من هیچ کاری نکنید. اون قاتل ماهیر چی شد؟ امروز صبح قاضی حکم انتقالش رو صادر کرد. منتقل شد به زندان تا دادگاهش تشکیل بشه. اونجا میمونه. اعتراف نکرد؟ نه متاسفانه. همه چی رو داره انکار میکنه. اما دیر یا زود به حرف میاد. به حرفم بیاد فرقی نمیکنه. بی خود وقت تلف میکنیم. اون کاری نکرده. شما از کجا میدونی؟ این فقط یه حس درونیه. بهتره بگیم حس ششم پلیسی.
مامان جون بیدار شدی؟ چرا گریه میکنی؟ عزیزم گریه نمیکنی. چرا مریض شدی؟ یاسمین چرا مامانو بیدار کردی عزیزم؟ من بیدار نکردم، خودش بیدار بود. خانومم بهترین؟ بهترم. بیا عزیزم بیا آماده شیم بریم مهد، الان دیره میشه. مهد یاسمین این که نمیشه. نمیره الماس، بعد از این از خونه در نمیاد. تو یه ثانیه هم چشم ازش بر نمیداری، تنهاش نمیذاری. فهمیدی چی گفتم؟ چشم ازش بر نمیداری. فهمیدم خانومم. عزیزم بیا ما بریم تو اتاقت بازی کنیم، مامانت هم استراحت کنه. زودتر خوب شو با هم بازی کنیم باشه؟ بیا عزیزم. الماس بفرمایید خانومم. کمال کجاست؟ پایین داره با مامورا حرف میزنه. مامور؟ پلیس اومده. لپتاپ کرم کجاست؟ لپتاپ دست منه، میفرستمش. لیلا عزیزم تو چرا بلند شدی؟ باید استراحت کنی. شما کی هستی؟ من کمیسر اردلان هستم، قسمت گم شده ها. آقای کمیسر در رابطه با پیدا کردن کرم اینجا. میدونین چه برای سر پسرم اومده؟ بله متاسفانه بله. تا وقتی شما اینجا این هیچی درست میشه. پسرمو میکشن، پلیس نمیخوام. از اینجا برو. لپتاپو برام بفرستید. باشه حتما. تو با چه روی اومدی خونه وار؟ لیلا ای وای لیلا عزیزم تو خدا آروم باش. برای حالت خوب نیست. پسرم آوردن بلم کن. تو چجور آدمی هستی؟ چجور آدمی هستی؟ چجوری تونستی؟ لیلا عزیزم کارو با منو. لیلا کافی. دایا نمیبخشم، هیچ وقت نمیبخشمت. کمکتم دیگه نمیخوام. برو گم شو بیرون. برو بیرون از خونه من. برو بیرون. لیلا عزیزم اون نگفته. کی گفته؟ چقدر دیگه میخواین قایم کنین آقا کمال؟ عزیزم من فکر کردم که اون ماهیر مکری بفرما داش. عصر میریم بیرون، با هم کار داریم. چیزی شده؟ گرد و خاک زیاد شده، زیر دست و پا تمیزکاری لازمه. به هیچ عنوان اینجا اومدنمونو به مامانینا نگید باشه. را بیافت. ببین حتی اگه بپرسن عصبانی شه نمیگی
هی آقا مراد اومده؟ من دارم میرم بیرون، کار دارم. حواست به مادرت باشه. مراقب همه چی هم باشه؟ اگه پرسیدن چی بگم؟ بگو رفته بنزین بزنه. من نمیدونستم اینطوری میشه. اگه میدونستم هیچ وقت این کارو نمیکردم. میخواستم به پسرم کمک کنم. فکر کردم که تو فکر نکن کمال، تو به هیچی فکر نکن، چون به هیچ دردی نمیخوره. عزیزم اینطوری نکن، خواهش میکنم. به خاطر پسرمون بود. اگه تو مادرشی منم پدرشم. عزیزم فکر نمی کنین بهتر باشه فکر کنیم بعد این چی کار باید کرد؟ الان باید چی کار کنیم آقا محمد؟ باید بهشون نشون بدیم ازشون نمیترسیم. چطوری میخوای نشون بدیم؟ یه مصاحبه مطبوعاتی ترتیب میدیم، به همه کانال‌ها و هر کی که میشناسین خبر بدین. همه کانال‌های کشور باید خبردار بشن، همشون حتما باید اونجا باشن. تو اخبار عصر همه ترکیه باید این مصاحبه مطبوعاتی رو ببینن. همه افراد شرکت هم دعوت کنید، مدیرا، سهامدارا، شرکا، کارمندا، هر کی که هست باید بیاد. بله به ایشون هم خبر بدین. لیست کسایی که نتونستین تماس بگیرین و بفرستین برام. اگه بخواین من میتونم سخنرانی رو انجام بدم. نه، سخنرانی رو آقا مراد میکنه. به هر حال کاری که از همه چیز بیشتر دوست داریم. متن سخنرانی رو مینویسم میدم بهتون، هرچی که نوشته شده رو میخونید، نه بیشتر نه کمتر. اعضای محترم مطبوعات، امروز این مصاحبه برای اطلاع رسانی در رابطه با اتفاقات دردناکیه که اخیراً برای خانواده ما پیش آمده. همونطور که اطلاع داریم اخیراً همسرم، شریک زندگیم، دفن شرمان رو از دست دادیم. ما دردمون هنوز خیلی تازه است، اما هدف گرد همایی امروز چیز دیگه ایه. اتفاق دیگه ای که خانواده شرمان رو عمیقاً متأثر کرده اینه: خواهرزادم کرم ازدمیر توسط افراد ناشناسی دزدیده شده. البته نیروهای امنیتی در این زمینه نهایت تلاش خودشونو میکنن و جا داره از اینجا از توجه ویژه تشکیلات پلیس استانبول تشکر کنم. البته در ظرف این مدت زمان به کمک شما هم احتیاج داریم و دلیل این گردهمایی اطلاع رسانی در رابطه با یک آگهی با واسطه شما به اذهان عمومیه. هلدینگ شرمان در نظر داره به شخص و یا اشخاصی که محل نگهداری و یا مشخصات افرادی که خواهرزادم کرم ازدمیر رو دزدیدن فاش کنه مبلغ 1,000,000 لیر پول نقد به عنوان پاداش پرداخت کنه. این اون پسر نیست؟ آره همونه. در ازای پیدا کردن خواهرزاده‌اش کرم ازدمیر مژدگانی 1,000,000 لیری اعلام کرد.
وای وای وای. من که بهت گفتم اون بچه رو دزدیدن، دارن دنبالش میگردن. پدر و مادر داره. مثل خرم پول دارم. ما باید بریم پیش پلیس و همه چیزو براشون تعریف کنیم. بعدم تو رو دیپورت کنن و منم دوباره بندازن زندان. آره؟ اما اینطوری که نمیشه. اون بچه خانواده داره. اگه ما ولش کنیم اونا میکشنش. معلومه که ولش نمی کنیم. تو هم پلیس بیخیال شو. باید شماره این یارو رو گیر بیاریم. اون موقع است که زدیم توی خاله، به هرچی که میخوایم میرسیم. 1 میلیون همه مشکلاتمون حل میکنه. تو برو شماره هلدینگو پیدا کن. ولی تو که نمیدونی بچه کجاست. چی میخوای بهشون بگی؟ تو کاری که میگم و بکن، بقیهش با من. بیا پسرم، ببین برات سوپ درست کردم، اما قویه. یه قاشق بخور. با معده خالی نمیشه دارو خور. به خاطر خودت میگم پسرم. الو نوری؟ حسن، خیلی نوری، مشکلی پیش اومده؟ ما خوبیم، تو نگران ما نباش. اینجایی که هستیم امنه، نمیتونم پیدامون کنن. من نگران پسرم، حالش چطوره؟ خدا رو شکر به هوش اومده. همونطوری که گفتی پانسمانشو عوض کردیم، اما هیچی نمیخوره. با معده خالی هم که نمیشه دارو. آره با معده خالی نخوره. دستش چطوره؟ حتما باد کرده. آره باد کرده، لکه لکه شده یکم. چیز بدی که نیستش. نمیدونم که، باید ببینمش. به هر حال عمل جراحی سختی بوده. اگه قانقاریا بشه بچه میمیره. چی داری میگی؟ یعنی چی قانقاریا بشه؟ خدا نکنه. باید خیلی مراقبش باشی. باید پیشگیری کنی. تو بچه رو بردار بیار اینجا، فقط مراقب باش که خیلی تکون نخوره. نوری، ما از اینجا نمیتونیم خارج شیم. اونو فراموش کن. ای بابا، مثل اینکه چاره‌ای نداریم. من باید بیام. نه تو نباید بیای نوری. حسن ببین، وضع پسر اصلا خوب نیست. بعدم بمیره میمونه رو دستتونا. بذار ببینم چی کار میکنم. از اینا یه سر میرن بیرون، بهت زنگ میزنم ببینم چی کار میتونیم بکنیم. باشه منتظرم. پس زودتر به من خبر بده. باشه میبینمت. خداحافظ. این همه واسه من زیاده، تنهایی نمیتونم بخورم. تو هم یه لقمه بزن. اگه نخوری از کفت رفته ها. یه لقمه گوشت خالص ها. آقا مراد چطور بود؟ آقا مراد طرف رسما داره فیلم بازی میکنه. تو هم گیر دادی به اینا. نمیشه بهش گیر نداد. خب آره اما دلم براش میسوزه. دلت میسوزه؟ چرا؟ آدم تنهاییه، اون همه مال و منال هیچ چی نیست، هیچ کس دوستش نداره. زنش چی؟ دوستش نداشت؟ چرا دوستش داشت؟ اگه میدیدیش میگفتی همچین زن ظریف و دوست داشتنی فقط به خاطر پول طرف باشه. زنم پولدار بوده. خب نه به اندازه یه شرمانا. اگه نگاهشو به آقا مراد میدیدی میفهمیدی به خاطر پولش نیست که باهاش ازدواج کرده. اما حتی به خاطر پولم نمیشه اون آدمو تحمل کرد. اون چی؟ زنشو دوست داشت؟ دیوونش بود، عاشقش بود، اصلا نمیتونست چشم از اون برداره. کلا فکر کنم آقا مراد تو دنیا به جز زنش و خواهرش هیچ کس رو دوست نداره. داماد چی؟ کمال؟ نه خیلی ازش خوشش نمیاد. بیشتر مثل یکی از کارمنداش باهاش رفتار میکنه. انگار هنوز قبول نکرده که دامادشونه. نمیدونم، شاید دلایل خودشو داره. کمال آدم خوبیه، فقط یکم عقده‌ایه. بعد ازدواج حتی به خانواده خودش هم پشت کرد. نمیدونم، انگار که از اونها یه کمی خجالت میکشه.
لیلا خوابید. من امشب میمونم، تو هم برو یکم استراحت کن. عجب، منم برات مهم بودم. همونطوری که تو کاری که فکر میکنی درسته رو میکنی، منم همون کارو میکنم. خوبه، همه ی پولا رو خراب کن. تو اون پولا رو خیلی وقت خراب کردی. آقا کمال، باباتون اومدن. همینو کم داشتیم. چیه؟ چیه؟ یعنی چیه؟ نوام دزدیده شده، من خبر ندارم. باید توی تلویزیون ببینم؟ نمیدونم چرا اصلا به ذهنم نرسید که بهت بگم. اما اگه میگفتم حتما پیداش میکردی، نه؟ تو هیچ وقت پدرتو آدم حساب نکردی. برای من پیدا کردن اون کاری نداره. آره ول کن تو رو خدا بابا، کارتو بگو چی میخوای؟ چی شده؟ بی پول شدی؟ پول میخوای؟ مردی که جای کمک خواستن داری پر رو بازی در میاری؟ تو چه جور پدری هستی؟ تو این دنیا تو آخرین کسی هستی که بخواد به من پدر بودن رو یاد بده، فهمیدی؟ آخرین نفر. نکن بابا، نکن. این آخرین نفر که داری میگی هر کاری که کرده برای این بوده که یه مو از سر تو کم نشه. فهمیدی بچه جون؟ گفتم ولم کن. تو تا امروز هر کاری کردی به خاطر خودت بوده. منو دیگه بهانه نکن، بسه. بهانه تو چیه ها؟ چه غلطی کردی که یکی داره انتقامش از نوام میگیره؟ من دشمن تو نیستم، باباتم. بابات هر کاری لازمه بگو بکنم. من هر کاری که تا امروز کردم بدون تو کردم. بودی یا نبودی کردم. بعد از اینم به کمک تو احتیاجی ندارم. فهمیدی؟ من خوب میدونم از دست دادن بچه یعنی چی. خدا بهت صبر بده پسرم. ایشالا زودتر به پسرت برسی. الان کاری از دست کسی بر نمیاد. پلیسا دارن دنبالش میکردن. یاسمینو جای من ببوس. الماس گفت که خوابه. باشه. دارین میرین فریدون خان؟ اینجا به حد کافی مشکل هست، نمیخوام منم شلوغش کنم. آقا کمال فکرش جای دیگه است. 1000 تیکه شده مرد بیچاره. ایشالله من خبرای خوبو بهتون میدم. ایشالله. بیلال کجاست؟ میخوام ببینمش. والا به قدیر گفته کار دارم گذاشته رفته. وسط این همه مشکل نمیدونم چه کاری داره. دفعه دیگه میبینمش. ایشالله. خدا نگهدار. الان دیگه اوضاع عوض شده. اگه برم همه چی رو بهشون بگم 1 میلیون همونجا میگیرم. یعنی اگه زودتر دم منو نبینی ممکنه دهنم باز بشه. البته منم دوست ندارم کسی تو دردسر بیفته. نمیشه. نمیتونم اونقدر صبر کنم. نمیشه. نصفشو الان میخوام، بقیه‌ش هم کار که تموم شد. فهمیدی؟ امشب؟ کجا؟ باشه تا 2-3 ساعت دیگه اونجا. خداحافظ.
الماس الماس اومدم خانم جونم، اومدم. ملافه های کرم کجا؟ من با مالش کجا؟ نکنه شستی بوی کرم رو میدادن. نکنه شستی تو چی کار کردی؟ ببخشید خانم کرم، نفهمیدم. گفتم وقتی کرم میاد تمیز باشه. نمیاد. خدا حفظش میکنه. حفظش نکرد. انگشتشه که بریدن کجا بود؟ گناه اون چی بود؟ چرا اینقدر باید زجر بکشه؟ چی کار باید بکنم؟ دارم دیوونه میشم. نمیتونم صبر کنم دیگه، نمیتونم صبر کنم. باید صبر کنم. من چرا باید صبر کنم؟ منتظر چی باید باشم؟ چی کار باید بکنم؟ نمیدونم باید چی کار کنم. میدونی نمیفهمم باید چی کار کنم تا که صبر کنم. دارم دیونه میشم. من پسرم رو میخوام. بهتون گفتیم پلیس قاطی این موضوع نکنید، گوش ندادید. هشدار دادیم نفهمیدید. راه دیگه ای برای من نذاشتید. گناهش کردن خودتون. بهتون گفتیم پلیس قاطی این موضوع نکنید، گوش ندادید. هشدار دادیم نفهمیدید. راه دیگه ای برای من نذاشتید. گناهش کردن خودتون. بهتون گفتیم پلیس قاطی این موضوع نکنید، گوش ندادید. هشدار دادیم نفهمیدید. راه دیگه ای برای من نذاشتید. گناهش کردن خودتون. سراب زنگ بهتون گفتیم پلیس قاطی این موضوع نکنید، گوش ندادید. هشدار دادیم نفهمیدید. من این صدا رو از یه جایی میشناسم. از کجا میشناسم؟ از یه جایی میشناسم. واقعا میشناسیش؟ نمیدونم، دارم دیوونه میشم. حرف میزنی میگه خیلی مهمه. عذرم، نمیبینی حالمو؟ به نظرت تو شرایطی هستم که باهاش حرف بزنم؟ خودت حلش کن دیگه. نمیتونم حل کنم، با من حرف نمیزنه، با تو میخواد حرف بزنه، میگه خیلی مهمه. بله سراب، چیه؟ کی برام پیغام گذاشته؟ بشیر کاراچام؟ باشه من حلش میکنم. کدوم هتل؟ باشه ممنون. چی شد؟ یکی برای من پیغام گذاشته. بشیر کاراچام. اسم مستعاری که اونو استفاده کرده بودن؟ گفته ساعت 7 عمو میرسه هتل، باید برم به استقبالش تو لابی منتظرش باشم. تا 7 وقت دارم. تو که عمو نداری. دقیقاً. و فقط نیم ساعت وقت دارم. بیرون پلیس وایساده. از در پشتی برو. کمال تنها نرو، به آقا محمد خبر بده. برو به قهرمانت خبر بده. چی داری میگی بابا؟ به هیچ کس هیچی نمیگی، فهمیدی؟ به هیچ کس هیچی نمیگی. باشه من نگرانتم. پیش لیلا برو. کمال زنگ بزن تاکسی بیاد دم در. مواظب باش.
بیا. ببخشید آقا مراد، مهمون داریم. کیه؟ منم. روز بخیر، خوش اومدین. چه کمکی از دستم برمیاد؟ هتل بفرمایید. کمال اوزدمیر؟ منم. الو. آفرین، رسیدی. حالا ورود از شوی مردونه. دومین کابین بالای سیفون یه فضای خالی هست، اونجا رو بگم. دستشوی مردونه. از پله ها بریم پایین. الو. تلفن خودتو خاموش کن. باتریشم در بیار. باشه، چی میخوای؟ مگه بهت گفتم حرف بزن؟ اگه یه بار دیگه حرفمو قطع کنی دیگه نمیتونی پسرتو ببینی. باشه معذرت میخوام. چی میخوای؟ بگو. فقط به پسرم کاری نداشته. اینقدر دوستش داری؟ آدمی مثل تو از دوست داشتن چی میفهمه؟ آره، راست میگی. من آدم پستیم، دوزارم نمیارزم، اما خواهش میکنم کاری به پسرم نداشته باش. الان از هتل میای بیرون و میری سمت ساحل. منتظر تماس من میمونی. تا نیم ساعت دیگه دوباره بهت زنگ میزنم. تا من زنگ بزنم به هیچ کس حرفی نمیزنی، فهمیدی؟ باشه. تا بهت زنگ میزنم بیکار نشی. خوب فکراتو بکن، ببین برای پسرت چه کارایی حاضری انجام بدی. چه چیزایی حاضری براش فدا کنی؟ تا کجا حاضری پیش بری؟ خوب فکر کن. باشه؟ خوب بهش فکر کن آقا کمال. باشه؟ باشه. خب گوشم با شماست. بهتره دیگه واسه هم نقش بازی نکنیم مراد. هر دومون میدونیم چی به چیه. من دیروز اومدم توی این اتاق کشوها رو گشتم. یه دوربین مخفی پیدا کردم. توی دوربین فیلمایی مربوط به همسرت بود. احتمالاً مربوط به روزیه که کشته شده. دقیقاً وقتی من داشتم نگاه میکردم یکی وارد دفترم شد، منو بیهوش کرد و دوربین و کامپیوتر رو با خودش برد. کامپیوترتون رو میتونیم ببرین. بالاخره یه روز مجبور میشید در اون کشو رو باز کنید، میدونستی؟ ممکنه، اما تا اون روز خدا میدونه چه بلایی سر محتویات کشو بیاد. شما اینو میدونین نه؟ این کار اینجا تموم نمیشه. به نظر من کاملا تموم شده است. راهو بلدین؟ بله. بله. سلام آقا مراد. من نوری چوبان اغلی، پزشک هستم. صبح خواهرزادتون رو جراحی کردم. انگشتش قطع شده بود. خب احتمالاً خبر دارید پلیس ریخت اون مطب، مجبور شدم فرار کنم. اما جایی که خواهرزادتون رو نگه میدارن و میدونم کجاست. کرمو کجا نگه میدارن؟ پای تلفن نمیشه. بیاید به آدرسی که میگم، اونجا حرف میزنیم. بگید. خب
olsa da paramda pulumda bitmiş olsa da kader köşeye itmiş olsa da üzülme sakın hayat güzel.